مقامات توجیه گفتند زنان و کودکانی که از کشورهای جنگ زده به مثل سوریه به تاجیکستان بازگردانده شدند پس از تبابت جسمانی و روانی وارد جامعه خواهند شد. در پایان ماه می سال جاری مقامات تاجیکستان تلاش‌های را برای بازگردانیدن ده‌ها زن و کودکان جنگجویان داعش به قلمروشان انجام دادند. وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان خبر داد به زنانی که از کشورهای جنگ زده برگردانیده شدند کسب هنر می‌آموزند، ولی مقامات دقیق نگفتند آنها کدام هنرها را از خود کرده و کی به خانواده‌هایشان برمیگردند. این مسئله‌ها پیش از همه به آن نگرانده شده که آنها علاوه بر اینکه به تاجیکستان برگردانده میشن باید که به توانبخشی و عافیت بخشی قرار بگیرند و عمیقاً مسئله دیگرش این همگرایی اجتماعی نفهمانی باشد. حالا همه 104 نفر زنان و کودکانی که اخیراً به تاجیکستان برگردانیده شدند زیر نظارت ویژه مقامات مربوطه هستند. مقامات تاجیکستان در حال زنان و کودکان را از اردوگاه‌های سوریه و عراق به وطن بازگردانیدند که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته بود آنها در شرایط رقتبار زندگی می‌کنند. جانب تاجیکستان بارها گفته است با بنیاد کودکان سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی صلیب سرخ در مورد بازگردانی شهروندان کشور در سوریه همکاری می‌کنند. هنوز هم برخی از زنان تاجیک در زندان‌های این کشورها نگهداری می‌شوند، زیرا هیچ شرطنامه برای استرداد بین عراق و تاجیکستان وجود ندارد. سبزگل کمالова مادر زهرا خوجایeva که در حال حاضر در یکی از زندان‌های عراق نگهداری می‌شود، میگوید این بازگردانی زنان و کودکان امیدواری او را برای آوردن دخترش بیشتر می‌کند. مقامات هنوز در مورد زمان پیوستن زنان و کودکان به خانواده‌های خود اطلاعی ندادند. روانشناسان کمیته بین المللی صلیب سرخ توصیه کردند که کودکان برای هر چه زودتر مطابق شدن باید در کنار خانواده‌ها قرار بگیرند. به نظر می رسد که مقامات و متخصصان سازمان‌های بین المللی برای حل این موضوع رویکردهای گوناگون دارند. کارشناسان بر این باورند که انتخاب سرابان آینده این گروه کودکان از سوی مقامات درست آموخته شود. اکثر این بچه‌هایی که پس گشتن آنها یتیم هستند. یعنی که اقلا پدر ندارند و مادرشون که اگر باشد مادرشون در حال زندان هستند. یعنی که و این بچه‌هایی که مثلا اگر به دستی بابای بیبی سپرده شوند اینجا هم یک مسئله دشوار است. من خبر دارم که اکثر آنهایی که به خانه بیبی بابا این یک 5 سال 6 سال گشته آمده بودند خبرم هست که زندگیشون بسیار وزنین. یعنی که به آن معنا میگویم که سرپرست ندارن، چون که خودتون میدونید که وقتی که مرد یا زن یک گوشه نشین شد، یعنی که برجامانده شد یا پنسیه برآمد، یعنی که خاطر درآمد خوب ندارند. در ماه ایول سال گذشته نیز 146 زن و کودک تاجیک از اردوگاه‌های سوریه به تاجیکستان برگردانده شدند. سازمان ملل از تاجیکستان و چند کشور دیگر جهان خواسته بود که شهروندانشان را از پناهگاه‌های سوریه بیرون کنند.